بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمامی هموطن و همزبانانی که بنده را میبینید و میشنوید، امروز خواستم به سه سوالی همیشگی یا به سه سوالی که خیلی زیاد تکرار میشود، آن هم از طرف خانم های شوهردار جواب گفته باشم. یعنی پاسخ سه سوالی که خواهران شوهردار خیلی زیاد میدهند. یکی درباره این که خواهران میگویند که شوهر من قمار میبازد، قمارهای زمانوی که میدونید که نامش را عوض کردند و کنکورس میگویند، آیا به گناه او من شریک هستم یا نه؟ سوال دیگر، خواهرانی که میگویند شوهر من با زنهای بیگانه، با دختران بیگانه در تلفن در تواصل است، با آنها خط میکند، عکس میفرستد، در این وقت من چیکار کنم؟ و سوال دیگر این که بسیاری از خواهرها همین سوال را پرسیدگی هستند که شوهر من به یگان دلیل منو تهمت به زنا میزند، یعنی یک رشک غریبه دارد که زیاد مرا تهمت به زنا میزند. در این وقت چه خیلی میشود صبر کرد؟ چیکار کنم تا من در این مصیبت صبر کنم؟ بیایید به این سوال ها یک به یک پاسخ گفته باشیم، به امید آن که برای خواهران عزیز یگان کمک معنوی کرده باشم. سوال یکم درباره قماربازی، یعنی خواهرانی که یعنی یک نفر نه یک چند نفر گفتند که من خود به نزدیکی آگاه شدم که شوهر من بلیط می خریده است، شوهر من در همین قمارهای اینترنتی یا قمارهایی که قماربازان در یوتیوب با نام بازی فروختن بلیط ها کنکورس میگذارند، در آنجا شریک میشده است. هنوز چیزی نبریده است اما شریک است. در اینجا چیکار کنم؟ عزیزان، اولا درباره قمارهای اینترنتی همه میدونیم که مثل عرق و مثل زنا و مثل شرک و بتپرستی یکی از چیزها یا حرام کرده های الله این قمار است. انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان، میگوید الله، واجتنبوه لعلکم تفلحون. همان و عرق یعنی موادهای مست کننده با تمام نمودهایش، قمار با تمام نمودهایش، بت و بتپرستی با تمام نمودهایش، فالبینی و جادوگری، اینها همش از پلیدی ها، از خبائث های عمل شیطان هستند تا اینکه شما نجات یابید از این دور بشوید. در دوام آیت الله میگوید شیطان در این یعنی از طریق عرق و از طریق قمار میخواهد بین شما عداوت و بغضا بیاندازد، همدیگر رو بد بینید، بین همدیگر دشمنی کنید. و یکی از مصیبت هایی که امروز به سر مردم تاجیکستان آمده است همین طول 2-3 سال اخیر، این پیداشوی یک چند قمارباز های حرامخور است که پناه به الله، بعضیش به نام الله گفته هم قمارش را شروع میکند. و بنده خیلی در تعجبم و تأسف هم هستم وقتی یک برادر برای دین مردم را دعوت میکند یا هر کسی که در برنامه های دینی اشتراک میکند یا در تلفنش یگان درس های دینی هست، او را به جرم افراطی میبرند یا جریمه میکنند یا زندان، در حالی که آنها فقط به خاطر دانستن حلال و حرام به بعضی گروه ها داخل میشوند. اما این حرامخورهای امروزه، این همه بازیگرانی که امروز میبینید در اینترنت که بازی شروع شد، فقط بلیط ها محدود است، 200 تا بلیط داریم، با 2000 بلیط خر صاحب خانه میشوی، با 1000 سوم بلیط خر صاحب ماشین میشوی. میگویند اینها اینقدر پول مردم رو جمع میکنند، اینقدر مردکارانی که از الله نمیترسند و از حرام نمیترسند به این بازی ها شریک میشوند. کسی پیش رو این حرامخورها رو نمیگیرد و کسی برای در این بازی ها، در این قمارهای برعلا که قمار شرط نیست روی در کازینو بازی کنی، در همین داخل خانت هم 1001 نمود قمار است که در برای فبلیک هم پیشتر گفته بودم که خیلی به قمار مانندی دارد این تجارت. و اینها در داخل خانه استاده به قمار داخل می شوند و کسی اینها رو از این باز هم نمی دارد و کتف قمار باز ها خیلی بالا هست، سرشان بالا هست، در چهره اشان اثر از شرم و حیا نیست. یک نفره که همیشه عرق می نوشد، یک نفره که همیشه زنا می کند، یک نفره که همیشه به مواد مخدر آمیخته است، البته نفری مسلمان در چهرهش کم خجالتی رو میبینی، کم خجالتی رو میبینی. اما در این حرامخورها به جز فخر چیزی نمیبینی که گویا که کار خیر کرده استادن، در حالی که قمار
از عرق و از اینا فرق ندارد. از گناههای کبیره است که خوردن مال مردم از طریقه حرام است. از مردم پول جمع میکنی، پول زیاد و به یک چند تای اوت چی میدهی؟ هدیه میدی. که چه خیلی گفتم کسی پیش رو این حرام خورها رو نمیگیرد و امروز دیده استادید قمار بازها و این حرام خورها در بین جامعه چقدر خود رو نمیدونم کی حس کرده ایستادن که هیچ خجالت ندارن، هیچ خجالت ندارن که پروردگار به زودی سرنگونشان کند. اما درباره شوهرایی که قمار میبازند، خواهران عزیز، خواهری که شوهرت بازی میماند در اینترنت، 1000 سطر داشته باشه، 1000 نماز خوانی، میدانی که سردار قماربازا اولا شوهرت هست و شوهرت به هیچ خجالت این را میکند، زندگیت با این قمارباز حرام است. زندگی تو با این قمارباز حرام است. درآمدی شوهرت که از طریق قمار است و همون بلیط های میفروختش هست، همش حرام است. فرزندان تو از پول حرام میخورن. اگر تو سکوت کنی همراه شوهرت همون پول رو بخوری، به همون ماشین سوار شوی، همون درآمدی که شوهرت از بلیط ها کرده است همراهش باشه، در حرام شوهرت شریک هستی. سکوت به گناه به اهل بیت یعنی راضی شدن به همون حرام است و کلا در حرام شوهرت شریک هستی. مگر اینکه از این قماربازی که قمار رو حلال میداند یا این گونه با افشا قمار میبازد برآمده جدا شده از این آدم، به خاطر الله این انسان رو ترک کرده. یعنی آنهایی که شوهرشان خودش از شاههای قمار است، یعنی از بازیگران اساسی از آنها این بازی ها را تشکیل میکنند، زنهایشان یگان لحظه در آن خانه نباید زندگی کنند، چون که شوهری آنها کلا مال حرام به دست می آورد و از حرامش هیچ ترسی ندارد. با این مرد زندگی کردن حرام است و در همین خانه فرزند بزرگ کردن هم حرام است. فرزندی که همه لقمه‌اش حرام است، این چیزی دیگر. و اما خواهرانی که شوهرشان به این بازی ها شریک می شوند، اینجا تقسیم می شود. بعضی برادران تاجیک گمان میکنن که این بازی هست، این قمار نیست. برای اینکه قماربازها چه خیلی گفتم به قمار شریک شوید نمیگویند، بیاید به بازی میگویند، بیاید بلیط خرید، اون هم به پول کم میگویند و بعضی‌ها فریب میخورن. اگر شوهر تو فریب خورد و قمار بودنش رو ندانست، در این وقت نصیحت میکنی شوهرت در این وقت یک انسان، یک مسلمان فریب خورده است، یک انسانی فریب خورده هست و برایش نصیحت میکنی و اصلا یک ماشین حتی یعنی صاحب ماشین شود هم به آن ماشین سوار شدن ممکن نیست. عزیزان، هر کسی که از قمار ماشین میبرد آن ماشین حرام است. آن ماشین را شما میتوانید به یگان کس بدهید یا بفروشید و پولش را به یگان قمبغل بدهید، اما آن خیر حساب نمی شود، فقط خلاصی از پول حرام حساب می شود. یعنی از پول حرام مسلمان باید خلاص شود که اگر ماشین از قمار بریدی سوار شدنش هم ممکن نیست و آن ماشین کثافتی دارد. ماشین لعنت شده است، چون از بازی لعنت شده به دست آمده است. پس اینجا برادرایی که از طریق فریب و این بازی ها شریک شدن، آنها رو گفته می شود گناه کردن، اما جرمشان مثل آنهایی نیست که این رو حلال می دانند. و زن در این وقت حتما باید برای اینکه این کار حرام است و به خانه لقمه حرام نآید به شوهرش مشورت کند و یگان خویش و تباری باشد که آنها مثلا اهل دین هستند و از حلال و حرام با خبر هستند، از این مسئله آگاه باشند. وگرنه شوهر اگر به این چیزها عادت کرد و اصلا به پول حلال نمی رود. یعنی قمار کثافتش در چی است؟ یا حکمت حرام بودنش این است که انسان به امیدی اون که یک پولی کلان به دستش می آید انتظار می ایستد، از پی رزق حلال نمی شود و فقط فکرش در این است که امروز یا پگاه پول می برم یا ماشین می برم و می فروشم یا صاحب خانه می شوم. همین گونه او از پس پول بی درد میان بلیط فروشان پولهایش را به یک حرامخوری بالا دادن می گیرد. و اما گفتید نه، شوهر من به این چیز عادت کردگی هست و حرام هم نمیداند. در این مسئله خیلی جدی است. یعنی شوهری که قمار رو حلال نمیداند، در نزد تمام علمای اهل اسلام آن انسان از دین خارج می شود. اگر بر علا گفت قمار حرام باشد هم من زندگیم رو در این میبینم، کسی به من کردو نشود، به من آیت نگو، به من حدیث نگو، این انسان مسلمان نیست. بس در این مسئله از این شوهر حتما باید
دور شد که شاید عقلش به سرش آید و توبه کرد و از این گناهایش برگشت. یعنی اصلا به شوهر قمارباز، شوهری که به بازی ها مشغول است و بلیت میفروشد و یا گفتم بلیت میخرد و انتظار بریدن هست، امید نداشته باشد که این انسان اگر این چیز رو حلال داند شما در آن خانه می نشینید و این توبه میکنند. نه، برای توبه کردنش نصیحت میکنید، کاری رو پیدا میکنید، کسی رو پیدا میکنید، یا اینکه مدت کلا از بحرش میگذرید، همراه فرزندها بگذار گرسنه مانید. عزیزان، در دنیا گرسنه ماندن بهتر است از اینکه لقمه حلال ببخشید حرام از گلوی شما بگذرد. با یک لقمه حرام چندین دعاهای شما اجابت نمی شود. حق چندین مردکار در آنجا هست، حق چندین کودک در آنجا هست. وقتی که شما انتظار حرام هستید و از طریق قمار چیزی می برید، پول به دست می آورید. این در مسئله قمار بازی بود. یعنی زن نباید به قمار شوهرش اصلا سکوت کند. با تمام راه زنها میدونند با شوهر خود در بعض مسئله ها چگونه مناسبت کنند و با کدام راه او را راضی کنند یا گردانند. هر زنی که مدت زیاد با شوهر زندگی کرد این چیز را میدوند. اصلا به شوهر قمارباز نباید سکوت کرد. این دویم درباره خواهرانی که میگن شوهر من با زنهای بیگانه صحبت میکند یا عکس میفرستد یا عکس آنها را طلب میکند. عزیزان، مصیبت دیگر است. بعد از اینکه اینترنت پیدا شد و زندگی ما گویا آسان شد و به هم دیگر خیلی خط کردن ما و عکس فرستادن ما و دیگر ویدیو و اینها آسان شد، برابر این زنا هم خیلی زیاد شد. برابر این از حرام نمی ترسیده ها به میدان خیلی زیاد آمدن و همین سوال که حتی زیادی ها عکس میفرستن که انا همین عکس رو من از تلفن شوهرم پیدا کردم کم نیستن. پیش از همه برادرانی که در تلفن با زنهای بیگانه گپ میزنید و اکثریت برادرانی که اهل مثلا دین هستند میگن من به خود به مقصد زن کفتن این کار رو کردم که شاید زنی دوم گیرم. اصلا فکر نکنید که دخترکی که در تلفن به شما عکسش رو میفرستد و زنی صالحه هست. بجز شما به چند نفر دیگر او عکس فرستاده باشد. شاید او یک مرد است که فقط میخواهد با شما بازی کند. شاید او یک مرد است که فقط میخواهد شما رو به آبرو کند یا از بیکاری دارد با شما بازی میکند. یعنی اصلا هیچ یک مرد از طریق تلفن، از طریق عکس فرستادن و نامچی گفتن به خود زنی صالحه پیدا نمیکند. زنی صالحه جاش در تلفن با مردها شناس شدن نیست. زنی صالحه جایش در خانه است و با پدر و با برادرش حکمش را پرتافتن است که برای من پدر و برادرم با مصلحت اینها چه خیلی که شریعت میفرماید شوهری خوب پیدا می شود. نه اینکه خود از خود تلفن را میگیرد و با یک مرد بیگانه عکسش را میفرستد و با او اکجانگویان شناس می شود و آخرش اینها به نکاح راضی می شوند. این گونه زن را پیدا نمی کند. یعنی زنی صالحه را. این یک. دوم، اما خواهرایی که میگویند شوهرم به همین چیز مشغول است. اصلا از یک طرف این مسئله رو نگاه کنیم. بعضی زنهای هستند، زنهایی که بعد از 2-3 فرزنددار شدن یا حتی در حالتهای حاملگی عموما فراموش میکنند که زن هم هستند. یعنی شوهرشان بالای آنها حق دارد. این رو فراموش میکنند. من کودک دارم، در خانه مهمان است یا خانواده تو همراهی ما زندگی میکنن، من به هیچ چیز دستم نمیرسد میگویند و کلا زن بودن خود رو فراموش میکنن. یعنی کشاد و روشن این مسئله رو صحبت نکنم به ذهنتون میرسد. و همه میدونیم که پروردگار مرد و زن رو با نفس آفریده است و علل خصوص در مردها بالاتر است. یعنی خواهشات خیلی بالاتر است نسبت به زنها و مردها. صبر مردها خیلی در مسئله رابطه های زن و شوهری نسبت به زن کم. از زن محبت خود را به چند نفر تقسیم کرده است. علل خصوص خیلی گفتم زنهایی که صاحب چند فرزند هستند یا بعضی میدونید مویان اگر اووره مهمان باشیم فقط به مهمان نگاه میکنیم، به خودمان هیچ نگاه نمیکنیم و از خستگی دیگر به یگان جا دستمون میرسد. و زیادی از خواهرانی که در همین مسئله صحبت کردگی هستند وقتی به خودشان من جدا صحبت میکنم میفهمم که آنها تماما در خانه مثلا به خود اهمیت نمیدن یا به شوهر عموما اهمیت نمیدن و میگن به این حق دارم من چند فرزند دارم یا بالای این حامله هستم یا اینکه شوهرم اینقدر در خانه بالای من مسئولیت بار کرده است که دیگر به چیزی دستم نمیرسد. یعنی اولا خواهر عزیزم، وقتی که تو وظیفه اصلی خودت را فراموش کرده که یک زن در خانه
به جز عبادت پروردگارش دوم درجه وظیفه اصلیش اهمیت دادن به شوهر است. بگذار بماند کاروبار، بگذار بماند مهمانداری، بگذار یک بار دو بار خانواده شوهر به تو قاش و قواق کنند، یک بار دو بار تو را مثلا یکم جنگت کنند حتی، ولی مسئولیت اساسی تو برآورده کردن خواهشات شوهرت هست. به همین چیز اگر اهمیت ندادی به جای تو کسی دیگری پیدا میکند، خواه 20 ساله باشی، خواه 40 ساله باشی، خواه 50 ساله باشی، او به جای تو کسی دیگر پیدا میکند. این عیب نیست، او همین گونه آفریده شده است، همین گونه آفریده شده است. وقتی زن یگان کلمه خوب از دهانش نمی آید، شوهر از پس تلفن است که کسی به او یگان کلمه خوب بگوید. برعکسش هم هست. انشالله درباره خیانت به شوهر انشالله خیلی امیدوار هستم صحبت کنیم که من شخصا خودم شاهد بودم. دو خواهره که جرمشان خیانت به شوهر بود و خیلی پشیمان بودن. سبب اساسی این بود که یگان کلمه خوب در حیاتشان از شوهر شنیده نبودن و به یک جمله یک مرد بیگانه خیانتکار باور کرده بودند و بالای شوهر خود خیانت کرده بودند. اینجا مردهای هم که همین گونه برای خیانت می روند، در خانهشان زنشان هست، همسین سالی، همان دخترک که با تلفن صحبت میکنند، با گفت خودمان نقد در خانهشان زنشان هست، زندگی خوب هم دارند، باز هم فکرشان به عکس و به سخنهای شیرین یگان زنی بیگانه هست و به او می نویسند و دیگر بدانید که در خانه برای آنها اهمیت نیست. زن خانه اهمیت نمی دهد. زن خانه اهمیت اساسیش فرزند و روبچین خانه و معرکه کردن و معرکه رفتن است. عموما به خودش که اهمیت نمی دهد، به شوهر هم اهمیت نمی دهد. شوهر این چیز رو در بیرون میکوبد. یک دوم چیز دیگری هست که عزیزان، در اسلام زنا از جرم‌های هست که هر کسی که به زنا مرتکب می شود، مرد زندار یا زن شوهردار، حکمش کشتن است. بعد کشتن عادی هم نیست، سبحان الله، کشتن با سنگسار کردن. به سنگ میزنی در جای او رو در چقور مونده که او میمیرد. یعنی حالت رجم رو در کتاب ها وقتی چگونه رجم می شود خواندید، شما دیگر از ترس به لرزه می آیید. چرا اسلام این گونه جرم زنا رو سخت کرده است؟ یعنی به حد دهشت آور است. یک معرکه هست که انسان اگر یکی ببیند که یک نفر رو چند مردم با سنگ زده میکشند، دیگر تا آخر عمرش آن منظر رو فراموش نمی کند. اما چرا اینقدر سخت؟ اون برای مردهای زنداری که زنا میکنند، برای مردهایی که هیچ زن نگرفتن، فقط شلاق است، 100 شلاق. برای اون که عزیزان اسلام برای یک مرد 4 زن رو حلال کرده است. وقتی برای تو گرفتن 4 زن حلال است، چرا باز میروی زنا میکنی؟ چرا باز میروی یک عائله رو تو تماما آلوده میکنی؟ به ناموس یک عائله، به خواهر یک مرد، به دختر یک مرد، به دختر یک زن، شاید به مادری فرزند تو این گونه میکنی که تمام آن عائله آلایش میشوند. یعنی اسلام برای این گونه نسبت یک عائله آلایش کردن یک نفر، یعنی یک عائله رو تا این اندازه پس زدن و گفتیم تماما ناموس رو از آن عائله برداشتن، میگویند تا مردش بزنید این مرد که زن دارد و باز به زنا دست زد. وقتی به تو 4 زن حلال است، بیر زن بگیر، چرا زنا میکنی؟ پس بعضی مردهای هست که پروردگار همین گونه به آنها قوت داده است که برای آنها یک زن خانه کفایه نیست. زن خانه کفایه نیست، حتی بیمار نباشد هم. یعنی این گونه پروردگار به آنها قوت داده است. در این وقت به جای آن که شوهری من با دیگر زنها گپ میزند، گویان شوهر را در همه جا رسوا کرد، یک بار با شوهر زنها صحبت کنند که چی است؟ یعنی دردی تو در چی است؟ آیا من برای تو کفایه نمی کنم که باید زن دیگر گیری که بیا این رو مصلحت کنیم؟ یا اینکه مسئله چیزی دیگر است؟ یعنی یکی ببینید وقتی شوهرتان در همین راه هست، شاید که او از همان مردهای هست که برایش حتمی است که زنی دوم یا سوم گیرد که به این حرام نرود. آره شما گفتید او شرایط ندارد، او پول ندارد، اما به خاطر به زنا دست نزده، به خاطر به حرام دست نزدن اگر مرد زنی دو و سه گرفت، پروردگار خودش او را رزق میدهد، به خاطر اون که از حرام و دست کشیده ایستاده است.
از حرام او دست کشیده ایستاده است. برای همین خواهران عزیز، یعنی من میدونم این مسئله رو بعضیا تماما قبول ندارن، لیکن باز هم به خاطر اینکه حرام در خانه شما افشا نشود، چون که زنا از گناهایی هست که کثافتی و پلیدیش به تمام عائله میزند، به تمام فرزندان. حرامکاری که شوهرت امروز کرد، با دختران بیگانه صحبت کرد، دل کسی رو شکست، یک عائله رو اینقدر بی آبرو کرد، شاید فردا بالای دختر تو بیاید. برای من از الله بترس و باید با شوهر صحبت کرد که در چی هست. یعنی بجای جنگ و جنجال و داد و فغان و اینجا و اینجا باید جدی صحبت کرد که درد این مرد در چی است. آیا این تا زن دوم نگیرد آرام نمی شود که همین گناه آفریده شده است، یا اینکه خود خواهر در خانه چی هست عموما به اهمیت است. پس در این مسئله یک بار بیایید فقط دنیا و فقط دو روزه رشک خود را نه و آخرت خود را، آینده فرزندان خود را، آینده عائله خود را، که اگر این عائله در داخل همین گونه با حرام رود چی می شود که زنا به سبب بی‌برکتی، سبب هزار و یک بیماری، سبب بی‌آبرویی کلی اولاد می شود. فکر کنه. یعنی در اینجا من صبر نمی کنم، من قهر می روم، کتی نمی شود. در اینجا باید جدی با شوهر صحبت کرد. چه خیلی گفتم که درد او در چی است. مسئله دیگر، سیوم سوال درباره به زنا تهمت زدن بود که بعضی خواهرایی که حتی سن سالشون از 40 بالا هست همین سوال رو میدین که شوهر من از روزی که من عروس شده آمدم مرا تهمت میزند به زنا. یکی با یگان همسایه، یکی با برادری خودش، یکی با خویش و تبار خودش و یا حتی با خویش و تبار خودم. بعضی دیگران هم هستن که شوهر من فقط در دهانش کلمه فاحشه است. ببخشید که این کلمه رو اصلا به دهان نباید بگیریم، ولی برای واضح شدن، یعنی شوهر من فقط من رو با همین کلمه ها صدا میزند که من به این صبر کنم یا صبر نکنم. عزیزان، میدونیم که یکی از گناه های کبیره دیگر که جزای بدنیش در دنیا است این تهمت است. اونهایی که تهمت میزنن 80 دره در دنیا میخورن، خیلی که در سوره نور است. باز هم آنها با نام فاسق مشهور میشوند. انسان تهمتگر نباید اصلا سخن او بعد از این قبول شود، چون که و یک بار تهمت کرد او فاسق حساب میشود، انسانی فاسق. و تهمت از بیگانگان انسان را دیگر روحیش را میکشد، انسان خودش را تماما پاره پاره حس میکند. اما تهمت از شوهر خانه خودت، اونی که هم بسترش هستی، اونی که پدر فرزندانت است، همراهش عائله بنا کردی، نزدیکترین نفر در دنیا او برای تو هست، وقتی او تو رو تهمت به زنا میزند دیگر این مرگ است، دیگر این انسان رو به یگان کارد کشتن است و به قتل رسانیدن است. برای همین با گفتن خیلی آسان است که تو زناگر هستی، من تو رو میدونم، تو این هستی، تو اون هستی، اما مردها بخبرن که با این گپشان چند بار آن زن را میکشند. زن وقتی از اهل بیت خود، از شوهر خود تهمت به زنا میشنود، در حالی که الله میگوید و عاشروهن بالمعروف، با زنها مناسبت خوب داشته باشید، شیرین زبانی کنید، سخنهایتان با ملاطفت باشد، زندگیتان باید با مهربانی باشد. تو این رو میمانی و او را زناگر میگویی. در اینجا هم وقتی شوهر به زنا زن خود را تهمت میکند، اولین چیز باید خواهر عزیز پیدا کنیم که سبب چی است، چرا او این رو میگوید. شک شبهه شوهر از کجا پیدا است؟ حتما یگان شک و شبهه دارد. اگر نه یگان شک و شبهه ندارد، پس شوهر بیمار است، بیماری روانی است که او همین گونه فقط زنش را یا در زنا خواب میبیند یا به نظرش همین گونه میتابد و او یک بیماری روانی است که در این وقت همچون یک انسان بیمار که ما به دیوانه اهمیت نمیدهیم، چگونه که در یوتیوب هم میدونه چند دیوانه هستن، کی رو خواهند میگویند فاحشه، کی رو خواهند میگویند فاحشه مرد، که میدونن همه میدونن که انسان یک بیمار است، یک دیوانه است و این دیوانه نباید اهمیت داد. و خواهری که به یگان دلیل شوهرش او رو فاحشه میگوید و همین کلمه در دهانش زیاد هست، یا گفتیم عائلوی همین گونه بد اخلاق هستن، همچون یک انسان روانی بیمار. اگر گفتی صبر میکنم از این فرزند دارم، صبر کنی، زندگی کنی، فقط به این کلمهش هیچ اهمیت نده که بگو یک بیماری بیچاره است، یعنی با بیمار زندگی داری. اما نه، انسان بیمار نیست، انسان اهل نماز است، انسان
این گپ رو میگوید و با این گفته هایش، یعنی گویا که تو یک دخترک بیروحه هستی یا زن بیروحه هستی و من با تو زندگی دارم میگوید. اولا مرد مسلمان اگر زنی بیروحه داشته باشد او رو طلاق میدهد. طلاق در دست مرد است، چه خیلی میدونیم. و در اسلام هم مرد اگر زنش رو ببیند یکدیگر رو ملاعنه میکنند و اینها از همدیگر جدا میشوند. مرد یعنی جدا میشود. نه، مرد تو رو تهمت به زنا میزند و باز زندگی میکند، پس در اینجا در گپش او 100% خود باور ندارد. یعنی مردهایی که زنی خود را تهمت به زنا میزنند اما 10 سال و 20 سال و 15 سال زندگی میکنند، خودشون هم میگن که میدونن که دروغگو هستند. خودشون هم میدونن که دروغگو هستند و طرزی عذاب دادن یا گفتیم طرزی علمی خود رو از زن گرفتنشان رو در همین کلمه میدونن. من میدونم که تو این هستی، من میدونم به فلانی نگاه کردی، این چیزها. یعنی برای اون که در حقیقت تو در همین گونه زن میبودی و کیها از تو جدا میشد که اصلا حتی مرد مسلمان نباشد هم خیانت زنش رو نمیتواند صبر کند. اما چه خیلی گفتم بعضا زن خودش سبب میشود. یعنی بعضی کارهای میکند، بعضی چیزهای میگوید. مثلا یک مرد رو در نزد یک مرد بیگانه رو تعریف میکند به شوهرش، یا که شوهر یک باره مثلا علل خصوص شوهرایی که یکم در دل غریزی دارن یک باره اون مرد رو از من این بهتر دونسته استاده است میگوین. یا اگر علل خصوص با خویش و تبار شوهر خیلی رابطه های قوی داشته باشن، رفت و آمدها، خندیدن و صحبت های بیجا کردن با دیگر مردها رو شوهر میبیند و زنا نباشد هم به زنا نزدیک شده استاده گویان. این گونه زن خود را با همین راهی که تو زناگر هستی و چیزی دیگر میخواهد آگاه کند که زن در اینجا باید کلا تمامی سبب هایی که اون سبب ها سببی به شبهه افتیدن شوهرش شده هستند ترک کند. مثلا شوهر میگوید که در تلفن تو با مردها صحبت، تلفنت رو ترک کن، به دست خودش بده، بگو انا ببین تلفن در دست تو است، با تلفن من تو خودت کار کن، ببین. وقتی که تو در حقیقت عموما میگویی من مبرا هستم و این تهمت میکند. یا شوهر مثلا در جای کار میکنه که مردها زیاد هستند و شوهر این رو تحمل نمیکند، ترک کن، بگذار چند وقت به پول بمانید، بگذار قرضدار شوید. اما بینای عائله هرگز مثل پیشتر نمی شود. وقتی بین در عائله تهمت ها شد، کار پیدا می شود، رزق پیدا می شود، عائله برهم خورده دیگر بینو کرده نمی شود. کارت رو ترک کن. یا چه خیلی گفتم تلفنت رو ترک کن، یا رو بیا با بعضی دوستان رو ترک کن اگر آنها سبب شده استاده باشند. اما گفتی نه، اینها یگان تاش وجود ندارد، این سبب ها در من نیست الحمدلله، اما خودش همین گونه است. پس چه خیلی گفتم او یک مریض است که در این وقت او مریض است میگویی و تماما به این سخنهایش اهمیت نمیدهی. اما گفتی نه، در همه کارها از همه عقلش بالاتر است، در اینجا او به نصیحت محتاج است. باز هم به دخالت یکی از اهل خانواده، چی خانواده شوهر چی زن باشد که حتما با این زن با این مرد باید صحبت کنند که درد مرد در چی است که چرا زنش رو او تهمت میزند، چرا، سبب چی است. اگر گفت به هیچ سبب هست، پس خیلی گفتم شاید اگه بیماری دارد یا سحری هست، چیزی دیگری هست. این بود عزیزان جواب سه سوالی که خیلی سوالهای مجمل هم بودند. با امیدیم که انشالله یکی از مشکلی های خانواده شما با این پاسخ ها آسان بشود. پاسخ این سوال ها رو گفتم. در پناه الله یگانه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.